بچه شما میدونید راد راسشیلد کی بود؟ کل بودجه نظامی عمرانی جاری تمام 183 کشور دنیا تماما 123 تریلیون دلار میشه، اما ثروت خانواده راسشیلد 570 تریلیون دلار. 4080 بانک جهانی رو در اختیار داره. تمام منابع آب جهان در اختیار خانواده راسشیلد. اگر انسانی بخواهد یه روز از عمرش از لایه‌های پنهان این جهان چیزی رو بفهمه، اول باید بره سراغ خانواده راسشیلد. به 40 کشور افریقایی وام داد، 11 بار به دولت بریتانیا وام داد. میره تو گاف صندوقش حدود 30 متر در 35 متر بود. هیچ کسی هم رمز اینه نمیدونست. میره و در چی میشه؟ بعد از 6.5 روز، زمانی که احتمال دادن با گم شدن ایشون ممکنه ایشون تو گاف صندوق باشه، میان انفجار، خلاصه مراقبت فلانی. با خونش نوشته بود من راد راسشیلد ثروتمندترین انگلیسی یهودی الاصل جهان، از گرسنگی در گاف صندوقم دنیا را